تصور کن یک اختلال نادر داری که باعث می شود قلبت تقریبا ایستاده شود. تصور کن یک روز چشمهایت بسته شده و در تاریکی در جعبه کوچک چشم باز می کنی. بوی خاک را شدیداً حس می کنی و فریاد می زنی، اما کسی صدایت را نمی شنود. به بالای جعبه فشار وارد می کنی اما تکان نمی خورد. نفسهایت سریع می شود. ناگهان متوجه می شوی که زنده به گور شده ای. مشاهدات اشتباه زنده به گور شدن به قرن 14 باز می گردد. زمانی که گفته می شود جسد فیلسوف جان دونز اسکاتوس با دستهای خونالود در بیرون تابوت او پیدا شد. از آن به بعد داستانهای بیشماری از مردم شنیده می شد که ناله های مردگان را در عین تلاش به بیرون شدن از تابوت می شنوند. ترس از زنده به گور شدن یا تفوفوبیا از زمانی که ما مردگان خود را دفن میکنیم وجود دارد. ترس به حدی بود که مردم در قرن 18 شروع به اختراع تابوت‌های ایمنی کردند. یک نوعی از آن تابوت‌ها که توسط دکتر یوهان گوتفرید تابرگر در سال 1829 طراحی شده بود، توسط یک زنگ به نگهبان قبرستان هشدار میداد، طوری که آن زنگ به وسیله طناب‌های به دست و پای جسد ارتباط داده میشد و بعد از احیای دوباره جسد به صدا در می آمد.